برای تقویت مهارت لیسنینگ برای آزمون آیلتس فیلم ببینیم و یا موسیقی گوش بدیم یا نه؟ اگر مدت زمان طولانی فرصت دارید، بله کمک میکنه، به شرط اینکه فیلم هاتون داکیومنتری باشه، موسیقی که گوش میکنید خیلی با دقت باشه. بعضی میگن که خب ما در خونه داریم کار میکنیم یا داریم رانندگی میکنیم و داره یک موسیقی پخش میشه یا یک فیلمی داره پخش میشه. نه، این گوش شما رو درست تربیت نمیکنه و شما یاد میگیرید که حواستون پرت باشه و یه چیزی در حال پخشه. این کارو نکنید. اگر میخواین فیلم ببینید و موسیقی گوش بدید، خیلی با دقت باشین، خیلی به اعداد، به ارقام، به اسامی با دقت توجه کنید که گوشتون توجه کنه و این قسمت ها رو دریافت کنه. و اگر فرصت زمانی کمی دارین، قطعا نه. به جای اینکه این وقت گرانبها رو بذارین برای فیلم و برای موسیقی، بهتر هستش که تست بزنین، تست هاتون رو تجزیه و تحلیل کنید. در این تجزیه و تحلیل ها قطعا شما به یک سری کلمات یا واژگان برخورد میکنید، اون واژگان رو یاد بگیرید، گوشتون بیشتر با همون لهجه بریتیش آشنا میشه. پس بهتره اگه وقتتون کم هست، فقط و فقط روی تست ها تمرکز کنید.